خوش اومدید بچه به کانال گیمر ها. من دکتر گیم هستم و امروز اومدیم با یه بخش جذاب از داین لاک بست یک پارت بریم. این پارت یکم خلاصه تر و مفید تر و آموزشی تر است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما قراره بهتون آموزش بدیم که چطور اسلحه‌های لژندری بگیرین در این ویدیو. پس ب- بزن که بریم. I got the power plant back online. The Baron was the one who shut it down. But why? What the hell is he up to? Maybe it's just light. Oh, maybe. Kyle, do you copy? Yeah. برای اینکه اون بایتمون لژندری رو بگیریم باید بیایم تقریبا به کجا میشه. تقریبا همینجا میشه. بعد اینجا باز بیایم همینجا، دقیقا همینجا باز بیایم تا اون موقع که من میرسم اینجا ویدیو رو کات. خب بچه ما رسیدیم به جاش و الان دقیقا همینجا. چقدر طول کشید. خب ما نگاه کنیم یه جوری اگه بخوام براتون توضیح بدم چجوری رسیدم به اینجا الان بهتون میگم. ما اول بیایم اینجا، شما اینجا. اول شما قشنگ میپرین این بالا، اینم این بالا، بعد دوباره یه ست این میپرین و شما میریم بالا، قشنگ بالا و میریم بالا. وقتی که رسیدن قشنگ به این ور مواظب باشین نیافتین، مواظب باشید. بعد از اینجا میریم بالا، بعد میرسیم به این خبر ناز. هم ساخت و کارگاهشو داد، هم خود اصل جنس رو داد. بعد جالبی این نکته اینه که تبر کریتوس میمونه. برای چی دارم اینو میگم؟ چون نگاه کنید از دور راحت میتونیم بکشیم، لذتشو ببرید بچه ها. چی میخواین از این بهتر؟ هم استامین کمتری مصرف میشه، هم از راه دور میشه زد. هم تک دمیج، سلاح افسانه این دیگه بچه. امیدوارم اگه خوشتون اومد یک سلاح دیگه هم براتون رو میکنم که حالشم توی مپ الان بهتون نشون میدم. فقط اگه پیداش کنم ها. دقیقا باز بریم تو همینجا مأموریتمون نزدیکه. آره بهش خیلی نزدیکیم. اینجا باز بریم دقیقا همینجا، اینجا 100% همینجا. خب
پس تا وقتی که من میرم اونجا ویدیو رو کات میکنم که شما هم حوصلتون سر نره. اونجایی که میخواستیم دقیقا همونجا میایم، دقیقا نگاه کنیم قشنگ میایم بالای پشت بوم، هر راهی پیدا بکنیم بیایم بالا پشت بوم، از نردبون از این پشت مشته ساختمون بیایم اینجا، بعد بیایم به اینجا برسیم. باز شد. بعد میایم اینجا باز نزدیک 77 بار در بزنیم. 3000 years later 77 بار در زدیم و خیلی پروژه طولانی بود و به دستش آوردیم، بالاخره گرفتیمش. بایستی ببینم من چی جا ندارم اینجوری. اوه برو بابا، آیتم افسانه میخوام گیرم بیاد. هم ساختش بهمون میده، هم طلاییش داد بهمون. ببینیم نوع شکلش چجوری. واو چه چیز خفنی. تبرم بهتون نشون میدم. نابه، فقط همش نابه. پس بریم سراغ اسلحه بعدی که من خیلی دوستش دارم، اسلحه اکسکالیبر، اسلحه شاه آرتور. البته اینجا یه جوری زامبی آرتور، چون چیز خفنیه. بریم تستش بکنیم. قبل از اینکه بریم اوکیش کنیم، من همه نکات، همه جاهایی که باز بریم بهتون نشون میدم قبلش. جاست و اونم الان اینجا پیدا میشه. از اینجا که اومدیم باز بیم حالا اینجا. اولین جایی که پیدا میکنیمش اینجا هست، تو همین مایه ها، همین هودا، همینجا باز پیداش هم میکنیم. پس من تا موقع کات میکنم لذت کافی سرگرم شدن رو بچشید. خب بالاخره رسیدیم اینجا. دقیقا من بیارم، دقیقا رسیدیم اینجا. ما باید دقیقا وقتی که رسیدیم اینجا بسیم اینو بزنم. حالا که ما اینجاییم دقیقا ما باز همه اطراف بگردیم ببینیم پیداش کنیم یا نه. ولی اصل کاری باید نکته دقیق بگردیم. اینجا نیست. فهمیدم یادم آمد کجا بود. باز دقیقا همه جا رو بگردیم، بعد برسیم به این پشت مشتا. وقتی به این پشت مشت رسیدیم این سنگ اول رو پیدا میکنیم، سنگ خاص خفن. ولی فکر کنم تو ویدیو قبلی یکی از این سنگا رو فکر کنم برداشتم، تو ویدیو شماره پارت 2، اونو واس بذارم. بعد این پلی میشه. تو پارت قبلی یعنی پارت 2 فکر کنم اینو برداشتیم، یک سنگ یه حالت علامت مرگ بود. حالا این شماره 1 بود فقط و ما الان مجبور میشیم بریم به خب بچه الان ما مجبور میشیم دقیقا بریم به اینجا. تا موقع من ویدیو رو کات میگیرم. خب بچه ها رسیدیم به اینجا، دقیقا تو مپ رسیدیم به اینجا. باز اینجا فهمیدم، یادم اومد اینجا باز بپریم. بعد بله افسانه ای دارم بخواب. منم خیلی دارم میزنم. از دور بزنمشون. که تموم. خب بگرد
حیفه به خدا اینا رو رها کنیم حیفه. خب ما میایم اینجا، بعد همه جا رو که گشتیم زیر دودکش، دقیقا زیر که نداره از روی شومینه اینو برمیداریم. قطعه پازل دومم پیدا شد. حالا ما میریم سراغ قطعه پازل دوم. الان بهتون میگم جاشو کجاست. میریم تو مپ، اینجا رو کاد میزنیم، بعد میایم دقیقا همینجا. هر وقت رسیدیم بهتون میگم. خب بچه ما رسیدیم به همونجا، دقیقا همینجاست. فقط باز اول یه قدم دیگه واسه یه کار بکنیم و اونم اینه که باید اینجا گول بابا اونو نخوریم. من اینو فقط برای علامت گذاشتم که به اینجا برسیم. از اینجا که رد میشیم بس چرا صداش کمه. حالا شد به اینجا که رسیدیم باز دقیقا از همینجا بیایم مواظب باشیم، چون اینجا همیشه یک دونه زامبی خپلو اسپان هست. مواظب باشید از اون زامبی خپلوها. و دقیقا میایم اینجا. بسم الله. میریم یک جا، هر جا که این مربع رو دیدیم برش داریم. سنگ سوم هم بالاخره پیدا شد. میریم بالا. برو بالا دیگه، الان خفه میشه. برو بالا. قبل از اینکه برم یکم اینو کاوش بکنم. چیز خوبی داد. حالا بیایم بیرون از اینجا. بریم یکم از اینجا صداش کم دا. خب حالا برای مقصد بعدی باز بریم. برای مقصد بعدی باید بیم دقیقا اینجاها، توی این خطوط ها اینجا رو باز بگردیم. عالی شد. اینجا باز از اینجا بریم بیایم اینجا. بعد کجای اینجاست؟ نه این که گله. کجای؟ پیداش کردیم بالاخره. اینو پیدا میکنیم، سنگ چهارم ماه. خب حالا بریم سراغ سنگ پنجم. بریم ببینیم کجاست. دقیقا همینجا. باید دقیقا بیایم همینجا. خب تا اون موقع که من دورم، فاصله دارم از اون جایی که من اینجا باز برسم اینجا کات میکنم. خب بچه ها ما دقیقا رسیدیم به همین جا، به همین جایی که باید باشیم. دقیقا همینجا باز بیاین، جایی که قبرستون باشه. دقیقا حالا ما باید کجا رو پیدا بکنیم. حالا تو پارت قبلی اومدم ولی نقشه رو زیاد چک نکردیم با هم دیگه، درست؟ پس ما دوباره میایم همینجا.
بازم این اصلا دردترش ندارم. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. I 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 need it! بچه موافقین که در بریم سریع؟ بس ما میایم اینجا دقیقا همینجا بچه خوب اوکی شدیم. خب اونجا دقیقا میبینیم سنگ پنجم. خب نزدیک بود. خب حالا نه، حالا ما در اصل باید بریم دقیقا توی اینجای پارک. دقیقا فکر کنم نزدیک بشم اینجا، اگه یادم باشه حضور ذهن داشته باشم. دقیقا فکر کنم اینجا توی منطقه قرمز. امیدوارم لولتون زیاد بالا باشه که بتونید دسترسی بهش داشته باشید. پس فکر کنم همینجا نمیدونم همینجا محل دقیقش هنوز یادم نیست، ولی میگردیم پیداش میکنیم. قول بهتون میدم چیزای خفنی قرار بگیریم. پس تا موقعی که برسیم اونجا شورتکات پیداش کردیم و الان قرار بگیریمش، ولی فقط با سریع باشیم. عکس العملمون سریع باشه. یک نگاه کنیم چجوری بهتون میگم. یه حوضچه الان بهتون نشون میدم. یه حوضچه اینجوری، بعد سریع باز برین داخلش. بعد اینجا اینو میگیریم. سنگ فکر کنم شیشم باشه. اینا شیشم. آره اینو پیدا کردیم ما. کنم 2 تا سنگ دیگه مونده دیگه، اونا رو بگیریم. فکر کنم حل باشه. 2 تا یا یک نمیدونم. 2 تا یا یکی. 2 تا یکی دیگه مونده دیگه تمومه. بعد میریم جا مکان اکسکالیبر. سریع برم یه جا جا خوبه، بهتر شد. حالا تا موقع فکر کنم باید بریم به دقیقا همینجا باز بیایم. دقیقا همینجا تو همین نقطه، دقیقا همینجا منظورم بود. همینجا باز بیایم. یه درخت کل ریشه بهش بسته، یک شبیه درخت باستانی قدیمی، انگار مثلا 10,000 سال انگار رشد داشته، قیمت داشته. یه چیز سرمایه است. باز بریم اونجا پیدا بکنیم. یه اسکلت باز پیدا بکنیم که توی دهنش همون فکر کنم مهره اصلی باشه. پس من تا موقع اونجا رو چیز بکنیم براتون. عشقای گلم سریع برسیم اونجا. یه بشکم بزنم تمومه. نشنیدی؟ قبلا خوب بود با این امتحان کنم. رسیدیم بالاخره به اینجا رسیدیم. حالا در اصل باید بریم اینجا تو هم نقطه این وسط ها. خب ما باز بگردیم دنبال فقط یک کار دیگه. خبرت متاسفانه به این نتیجه الان رسیدم که باز کلی مراحل رو پیش ببریم برسیم به اون. به اونجا، ولی هیچ جای نگرانی نیست. میدونی برای چی؟ من یه سیو تموم شده از قبل دارم. پس بریم تو اون سیو.
It wasn't easy, but I finally got my revenge and put an end to the Baron. Even so, this valley is far from okay. The Baron's mercenaries have reorganized and continue to torment the community. And then there's all those fucked up experiments he left running around. بگیریم بخوابیم. هم شمشیر بهتون قول دادم نشون بدم، همونا. تنها کاری که میمونه اینه که یک کات قشنگ بگیرم. خواهیم مثلا یک کار بهتر بکنیم. شما کافی الان باس برین دقیقا همینجا تو هم خونه اینجا، من همین کار باس بکنیم. فقط همین کار لازمه. پس تا اونجا یه چیز بکنم و قدم آخرم فکر کنم قدم آخر باشه. رسیدیم بالاخره و قرار مهره نهایی هم بهتون نشون بدم چیه. مهره نهایی چیزی نیست جز سنگ آخر. مهره هم بردارین دیگه تمومه. بعد اون مپ آخرم بهتون نشون میدم. بذارین الان این مهره رو تو هم سیوم جمع بکنم، بعد بریم با هم دیگه ببینیم اکسکالیبر خونی را. پس تا اون موقع کات. خب بچه همه سنگا رو تو این سیو من جمع کردم به زحمت، یعنی نمیدونین چه مکافاتی کشیدم. شب و روز نزدیک 3 بار شب و روز کردم فقط. بعد حالا که رسیدیم دیگه اینجا دقیقا باز بیاین دقیقا توی ای بابا این مپ استوپ هی قاطی میکنم با هم. باز بیاین دقیقا تو هم مایه ها تو هم محدوده اینجا جایی که من هستم دقیقا بیاین جایی که من دقیقا هستم. بعد از اینجا بگیرین این چوبه رو بریم بالا. بعد از اینجا پاک و کاری بکنید بریم بالا. این تل است. بعد بپریم بگیریم، بعد بریم بالای بالا. بالا که رفتیم اینو میبینی، شمشیر اکسکالیبره خفن با ابهت. البته یکم کیفیت نداره ولی بگیرمش دستم کیفیتش میاد. فقط باز این سنگا رو بزنیم اینجا. استا استا چی شد؟ همون دادش. هی! دیدم به خدا. اینو باز بکشیم. ببینیم چون کار کنیم بیفته خودش از قصد خوب نمیشه. پشتیم باز اینا بکشیم از سنگ رو به مدت فکر کنم نزدیک 30 ثانیه. هی نگه داریم، نگه باز داریم بیشتر کامل پرش نگه داریم باز نگه داریم.
اصلا تکون میخوره. آقا من اینو کات میگیرم. فکر کنم خیلی پروژه طولانی، هر وقت از شمشیر کشیدمش بیرون بتونشونش. بالاخره بهمون داد. بعد فکر کنم تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت طول کشید فکر کنم. واو چه باحاله. اوف اسکلتاشو فقط. واه آرتور. اینم از این. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه.